قالوا له خالفت أقوال الشيوخ ولم يبالوا الخلف للفرقان. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله انتقال کردیم مع حلقه 15، یعنی به سوال 15. انشاءالله که حلقه 15 در باب اقسام توحید می باشد که توحید لغت و شرعاً چی معنی دارد، توحید چیست و توحید به چند قسم یعنی تقسیم می شود و قسم ها تقسیم می شود چی معنی دارند. فإذا قيل لك كم أقسام توحید الله عز وجل، از تو پرسان بشوند که قسم های توحید الله سبحانه و تعالی به چند قسم تقسیم می شوند. فقل، در جواب سوال کننده بگو که ثلاثه اقسامین، یعنی توحید به 3 قسم تقسیم می شود. و اکثر مردم میگوی که توحید چیز، اعوذ بالله، نمیدونن، معنای توحید نمیفهمن. اما در جواب سوال کننده بگو که ثلاثه اقسامین، توحید به 3 قسم تقسیم می شود. خب کدام ها هستند؟ یکم توحید ربوبیه، افعال الله، توحید الوهیه، افعال العباد، توحید اسماء و صفات. توحید ربوبیه که انا افعال الله است، انشاءالله که میگیریم چی معنی دارند. توحید الوهیه، افعال العباد که انشاءالله که درس آینده میگیریم چی معنی دارند. و توحید اسماء و صفات که اینها چی معنی دارند. و انشاءالله که قسم های توحید بیان میکنیم و آیات هایی که علما استدلال کردن و بیان میکنیم که از کدام آیات ها بیان کردن و رد است علی بدعت که میگن اینها قسم های توحید بدعت است. و انشاءالله که میبینیم که علما چگونه یعنی از این بیان کرده است که از کدام آیات ها قسم ها توحید جدا کرده میشود، یعنی در کدام آیات ها بیان شده است. و الحمدلله انشاءالله که سوره نمل آیت 3 الله میگوید بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله به نام الله بخشنده و به نهایت با رحم. بسم الله الرحمن یکی از نام های الله سبحانه و تعالی میباشد که در بر میگیرد صفت الرحمه واسعه. نام کلمه رحمان که یکی از نام های الله میباشد و در برگیرنده صفت الرحمه واسعه، یک رحمت به نهایت کشوده، یعنی در بر میگیرد، رحمه واسعه. و رحیم این صیغه مبالغه میگن، یکی از صفت های الله سبحانه و تعالی میباشد، یعنی به نهایت با رحم. و الله به نهایت با رحم بر کیست؟ این کلمه رحیم یکی از صفات الله روز قیامت برای مسلمان ها می باشد، یعنی الله در روز قیامت رحیم است برای کی؟ برای مسلمان ها رحیم نیست. و اینا برای کافران فقط زیر رحمت رحیمی الله مسلمان ها روز قیامت گفته میشه که رحیم است الله در روز قیامت. اما کلمه رحمان در این دنیا تمام مردم در زیر رحمت الله گرفتار میشوند. اگر رحمت الله نباشد این تمام مردم هلاک میشود. کلمه رحمان در این دنیا تمام مردم زیر رحمت الله است، اما کلمه رحیم خاص برای مسلمان ها و موحده روز قیامت است که زیر رحمت الله گرفتار می شوند. و رحمان یکی از نام های الله است، گفتیم در بر میگیره صفت الرحمه واسعه. و رحیم صیغه مبالغه میگن، یعنی به نهایت رحیم. و یعنی ثابت در سوره نمل آیت 3 صفت های اسما و صفت الله سبحانه و تعالی. و دیگر اقسام توحید که از آیت سوره مریم آیت 65 و قوله تعالی، و الله میگوید رب السماوات والارض و ما بینهما و ربی
زمین آسمان اون چیزی که در داخلی انمی زمین آسمان گرفتاره الله ربی نمینو است. توحید چی؟ الربوبیه. تو انم جرا رب السماوات والارض و ما بینهما. توحید ربوبیت می باشد که ربی زمین آسمان است الله. الحمد لله رب العالمین. فاعبده واصطبر لعبادتی. فاعبده الله عبادت بکن. واصطبر صبر کردن عبادت است. صبر بکن لعبادتی در عبادت کردن الله سبحانه و تعالی صبر بکن. هل تعلم له سمیه. ببینید الله عبادت بکن و صبر بکن در عبادت الله تا اجاره چی است؟ توحید الوهیت میشه. انا العبودیه میگنش. توحید الوهیت ای عبودیه. توحید عبودیه. هل این تا اجاره چی؟ توحید الوهیت است که فعبده الله عبادت بکن و استبر صبر بکن. صبر کردن عبادت است. در عبادت الله صبر بکن. هل تعلم آیا میدونید له سمیه بماند الله کسی دید؟ البته ندیدیم. این چی است؟ یکی از صفاتهای الله سبحانه و تعالی است که بماند الله هیچ کسی نیست. ببینید اکثر انسان ها صبر در کیپکش و سبحان الله یا در سایتش می نویسه یا در یگم صبر می نویسه. اصلا صبر این نیست که تو باید در داخل یگم چیزی یا در کیپکت یا در کرتات نویسته شود. صبر اینه در یکی صبر در طاعت الله، یکی صبر در معصیت. یعنی صبر میکنی در طاعت الله که الله صبر میکنه و صبر میکنه در معصیت که انسان وقتی نفسش به یک کاری بد میکشه در یه چو میکنه در معصیت صبر میکنه. این صبر. نه صبر اون نیست که تو در کیپکت یا در کرکت در یگم جای نویسته شود یا در داخل سایت. اصلا صبر نیست که بیاد در کیپکت نویسته باشد. صبر در طاعت الله، صبر در معصیت باید باشد، نه که در این چیز. اینی فعبود و استبر لعبادتی توحید الوهیت می باشد. هل تعلم له سمیه این چیز یکی از صفاتای الله سبحانه و تعالی می باشد که بمانند الله چیزی نیست. لیس کمثله شیء. بمانند الله چیزی نمی باشد. این یکی از صفاتای الله سبحانه و تعالی می باشد. سوره مریم آیه 65 فهاتانی آیتانی فیها انواع التوحید ثلاثه. میگه در این دو آیات مبارکه ثابت شد سه قسم توحید. در سوره نمل آیت 30 و در سوره مریم آیت 65 ثابت شد که سه قسم توحید است. سه قسم توحید است. و سبحان الله شیخ محمد بن عبد الوهاب که فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا ما توحید. میگه که پس دونستی که الله سبحانه و تعالی تو را برای عبادت خلق کرد، پس بدون که هر آینه عبادت نامیده نمیشد مگر با همراه توحید و باید در عبادت توحید باشد. ما بدونیم و قسم های توحید ربوبیت چی معنا دارد، توحید الوهیت چی معنا دارد و این مشرکای زمان رسول الله در توحید الوهیت چی مشکلی داشتن، آیا قبول داشتن نداشتن. اگر شخص اگر این توحید یعنی دانست فهمید ان شاء الله که دین الله میفهمد. شیخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله در یک کتاب داره به نام ملخص، در اونجا باب گذاشته که من حقق توحید دخل الجنه بغیر حساب. الله اکبر. میگوید که من حقق، هر کسی توحید به تحقق برساند و انسان به حساب کتاب داخل جنت میشود. با حساب کتاب داخل جنت میشود. و ما این روز به دینیوم الله ما را افراد که تا که او را عبادت کنیم و ما بشناسیم توحید بشناسیم. و الله سبحانه و تعالی در حدیث صحیح پیامبر در حدیث میگه که الله سبحانه و تعالی این زمین آسمان به خاطر کلمه توحید، به خاطر کلمه لا اله الا الله خلق کرد. بعضی انسان ها میگویند که الله سبحانه و تعالی زمین آسمان به خاطر محمد صلی الله علیه و خلق کرد. این ضعیف است. این قول صحیح نمی باشد. قول صحیح این است که الله خلق کرد زمین آسمان به خاطر کلمه لا اله الا الله.
و بالای ما واجب است که اینها را بدانیم. و ان شاء الله که درس‌های آینده توحید ربوبیت چی معنا دارد، توحید الوهیت چی معنا دارد، توحید اسماء و صفات چی معنا دارد، ان شاء الله که میگیریم. سبحانك و بحمدك اشهد ان لا اله الا الله و استغفر و اتوب الی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.